خودم باورم نمیشه این تابلو ترند رو میخوام بهتون رایگان آموزش بدم. ابزار و متریال زیادی لازم ندارین. رنگ اکریلیک قرمز برداشتم برای پس زمینم. تکسچر سرامیک دارم که میخوام بافت ایجاد کنم. بافتم با دستم ایجاد میکنم. میخوام فقط از این سادگی بوم من در بیاد. بعد اجازه میدیم کامل تکسچرتون خشک بشه. بعد با غلتک 2 بار سطح بومم رو رنگ قرمز زدم که پوشانندگی کامل داشته باشه. من اینجا یک فرش یا حالا جنسش مخمل هست ولی ضخیمه. طرح آغوش اسب رو خریدم و روی کارم نصب کردم، دورگیری کردم و با ترش کامل دور اسب ها رو شعله گرفتم که در واقع ریش ریش نشه. حروف کالیگرافی من با رنگ اکریلیک مشکی رنگ کردم، با چسب چوب روی سطح بومم چسبوندم. شعری که دارم از اشعار حضرت حافظ هست و کامل با تصویری که انتخاب کردم همخونی داره. برای که کارم تمیز در بیاد مجدد لکه گیری کردم و دور اسبانم از این نوارهای مکرومه با چسب چوب مجدد چسبوندم که کامل کار خیلی تمیز باشه. حتما کپشن رو بخونید، برای آموزش های بیشتر با پیج من همراه باشین. اگرم این آموزش رو دوست داشتین حتما لایک کنید، برام کامنت بذارین و انرژی مثبتتون دوست دارم همیشه همراه من باشه. مرسی.